بسم الله الرحمن الرحیم. انا فتحنا لک فتحا مبینا. این آیه فتح المبین درباره صلح حدیبیه نازل شد و توافقنامه امروز چیزی شبیه صلح حدیبیه است که اگر بعد از این دست در دست هم دهیم و هم صدا شویم می توانیم از برکات اون به نفع ملت بهره مند شویم. اگر جناح حاکم فکر کند که مسائل خارجی رو حل کرده و بخواهد جاپای خودش رو در داخل محکم کنه و از این همدلی و همزبانی دور بشه، نتایجی که در دسترس ماست خیلی نزدیک از دست خواهیم داد. من توصیه‌ام به جناح حاکم و مردم این است که از این فرصت استفاده کنند. ما میتوانیم گام‌های بزرگی برداریم، میتوانیم خیلی زود مسئله داعش رو حل کنیم، میتوانیم باز هم قدرت نخست منطقه بشیم با همدلی انشاءالله. مبارک باشه بر همه مردم این بازگشت به عقلانیت و بازگشت قطار انقلاب به ریل خودش.